BM Productions. بزن پیکارو همینجوری، بزن اون نارنجکا رو برای چهارشنبه سوری، بزن تا نفسیشون بپره، بزن سلامتی مواد منفجره، بزن تا ببینیم چی میشه، بزن که من تو انگار بدبختیم همیشه، بزن که ملت خیلی فقیرن، بزن که ملت بدفام دارن میمیرن. رو پرچمت شیر خودت شیر پاکتی، کیه همه جا داره میترکه مثل بمب ساعتی. صبح سحر ملت میرن دنبال شیر، تو که گربه هم نیستی به تمک خفه خون بگیر. تو محله های ما تظاهرات دیگه شده مد، شعارا رو که میشنوی قایم شد تو کمد. ما تو خیابونا تو رند رو مبد راحتی، شب سرتو میذاری رو بالش راحتی. ترور اگه ترور به ضربه بمب و هروئین باورتون نمیشه، برین از خودشون بپرسین. کلاشینکوف اگه کلاشینکوف با خشاب صد تیره، هرچی که خانه به ضربه گول لباس بمیره. کلاش اگه نبود کنه رقشون بهمون جسر رو بدین، اونی که گلولاش بهشون میرسه رو بدین. شیر و خورشید قبول فقط روی تفنگ، جیب صاحباشون باد و پر پول و فشنگ. قضیه اگه ایخ پیدا کرد رفیق من برو یه تفنگ بگیر، یه کلاشینکوف با خشاب گرد قشنگ بگیر. تو به جزوه سیاسی یا مسلسل کتابی، صد تا خشاب اضافی نارنجکای حسابی. بزن پیکارا همینجوری، بزن اون نارنجکا رو برای چهارشنبه سوری، بزن تا نحسیشون بپره، بزن به سلامتی مواد منفجره، بزن تا ببینیم چی میشه، بزن که من و تو انگار بدبختیم همیشه، بزن که ملت خیلی فقیرن، بزن که ملت بدفام دارن میمیرن. آره به میگن رپ سیاسی، یه گوشه از حرفای دوتا از آدمای آسی. به یاد 78 تهرون تو محاصره، تو محله های ما آزادی هنوز یعنی خمپاره. بچه پیرنش از خون خودش سرخ بود، کسی یارش نبود، جلو دانشگاه هیچ عهدی پیرن سرختنش نبود. شما نه تو ایران هوادار دارین نه اون طرف مرز، ریشه‌هاتون باید زده بشه مثل علف هرز. سال 67 یارتونه یه عده اعدام شدن، یه عده بریدن، یه عده خایمالی کردن، یه عده به کجا رسیدن، یه عده خونه هاشون این شب آخر پادگانه. مقدس سروده ها گوش کنین رایگانه، مقاومت آخرین راه فراره. شب سیاه ما تا سحر ادامه داره. شما چقالا هنوز نشناختین سعید امسی و خدای بزرگ بیامرزه پدر بی کسی و تانکا از اینجا راه میافتن ولی نمیرسن. شما نیستین ببینین چجوری میترکن. رابطه هسته های مقاومت وصله، دهن آدمای خائن بایستی بمونه بسته.